سلام و درود، چطور؟ خوش اومدید به جدید. من ما امروز اومدیم نظرات دیگران رو راجع به کال آف دیوتی موبایل، اونم توی مایکت این رسما داشته ببره خودش مایکت بررسی کنیم و اینکه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نکنید. اگه ویدیو نشون بزنید واقعا سر ویدیو تا آخر حتما نگاه کنید. عشق منید، برید سراغ ویدیو بدون معطلی. لیتس گو. نوشته بهترین بازی دنیا. من بعد از اینکه این بازی رو نصب کردم دیگه از گوشی بیرون نیومدم. تو چجوری نهار میخوری؟ تو چجوری شام میخوری؟ تو چجوری میری بیرون؟ تو اصلا چجوری؟ دیگه نوشته علاقه زیاد به موبایل دارم. علاقه زیاد دوباره نوشته به موبایل دارم. بعدیاش هم نوشته مخالفت دیگران بازی بسیار عالی و زیباست ولی اینترنت زیاد میخواد. بله اگه نمیدونستید حالا دیگه اینترنت زیاد میخواد. دیگه یه نوشته که عالی، جنگی، خیلی خوب چون دختر داشت. تو خراب کردی همه چیز و خودت تویی که زدی. یکی نوشته چجوری میتونیم بریم داخلش؟ خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه. یکی نوشته که من دیگه کالافم بالا نمیاد، تو رو خدا کمک کن. چیت زدی؟ تو چشم من نگاه کن، چیت زدی؟ تو چیت زدی؟ یکی نوشته من دارم فری فایر بازی میکنم ولی کالاف پای فری فایر نمیرسه، بده 6. خدایی فری فایر بازی نکردم. ببینم که آیا خوبه یا نه نسبت به کالاف. ولی من هنوز میگم کالاف. نوشته که بود من لول 350. کی بود؟ نوشته که کورتا معنی این جمله رو خوب میدادن. خدا بوگت 3 گیگ. من که معنیشو نفهمیدم. اگه کلی چیزی تو کانال ما هست حتما من تو کامنت بنویسید ببینیم چی بود. دیگه نوشته که خیلی خوبه و تا لول 350 داره، بازی خوبیه. بعد نوشته اصلا بازی بدی نیست و خوب است، خیلی خوب هست. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. یکم رو ادبیاتت کار کن. خیلی عالی. اینترنت زیاد نمیبره. خب پس این چیه؟ فشار نخور. بریم ویدیوی بعدی آرامش. اعصابت مسلط باش. دیگه زیاد اینترنت داشتن تجهیزات جنگی زیاد. داشت بازی در مورد جنگ تجهیزات جنگی نداشته باشن. What the fuck؟ چی دارم میگم؟ شما مثلا انسانی رباتی انگارا. آدمی شما مطمئنی؟ اصلا راه میری نفس میکشین غذای چیزی اینا میخورین؟ به خدا ربات اینا. یکی نوشته به پابجی نمیرسه، شاید تو خوابش. پابجی نمیرسه؟ چی چرترینه؟ پابجی اصلا در حدی نیست که بخوای با کالاف مقایسهش کنی. چیه پابجی نسبت به کالاف بهتره؟ بچه سال زیاد داره، این برای بچه هاست. پابجی بهتره. یعنی تو پابجی اصلا بچه سال نیست، همه برو پلیر رو از اون خفنا و چیه. آره پابجی بچه سالاش نسبت به کالاف خیلی بیشتره. اصلا من بازی کردم چرا این اینجوریه. میگم وایس تو باز کن، طرف وایسشو باز میکنه، میگم چند ساعته، میگم من 8 سالم. خیلی شده. نه اینکه مثلا از 100% که من وارد بازی میشم 98%ش بچه در میاد. بعد میگن کالاف چی داره؟ بچه سال زیاد داره. سعی کن فشار نخور. بعد یک ویدیو درست کردم در مورد اینکه سعی کن فشار نخوری و اینا دارم درم سرویس میشه. نوبم کوچولو سخت میشه در ادامه. خوبه که خودت هم باور داری که نوبی، ولی اینی که خودت با خودت خیلی صادق و راست بودی خوشم اومد. چون احساس میکنم فلشش خاموش شد. بذار ببینم. گوشیم اخطار دمای اوورهیت رو داده و اینکه دمای اینجا از دمای اهواز بیشتره رسما. الان هست دیگه خاموش میشه. قبل از که خاموش میشه حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. اگه پارت دوم شده دوست داشتید حتما بنویسید پارت 2 و اینکه عشق منید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. خاموش نشه واتا. خراب کردی همه چیز و خودت